مسقطی انار با یک طعم ملس و فوق‌العاده خوشمزه رو به راحتی میتونید با چند قلم مواد ساده داخل منزل تهیه کنید و برای دور همی و به ویژه شب یلدا ازش استفاده کنید و لذتش رو ببرید. سلام خوشمزه پزای کانال با آشپزخونه کیمیا خیلی خوش اومدین. بریم که این مسقطی ساده رو با هم درست کنیم. در ابتدا ما نیاز داریم به 2 قاشق غذاخوری نشاسته گل. نشاسته گل همین نشاسته های معمولی هستش که معمولاً برای فرنی ما ازشون استفاده میکنیم. 2 قاشق غذاخوری نشاسته رو من داخل ظرف میریزم. 1/4 پیمانه آب گرم رو به ظرف اضافه میکنیم و هم میزنیم تا نشاسته ها داخل مایمون کامل باز بشه. آب گرم باعث حل شدن بهتره نشاسته میشه. اگر آبتون خیلی داغ باشه حالت گوله گوله میشه، خودش رو میگیره، و اگر که خیلی هم سرد باشه نشاسته ها راحت باز نمیشه. بعد از اینکه کامل نشاسته داخل آب حل شد، 1.5 لیوان آب انار رو بهش اضافه میکنیم. بهتره که از آب اناری که داخل منزل خودتون تهیه کردید استفاده کنید و از آب میوه های صنعتی استفاده نشه. این آب رو وقتی اضافه کردیم شروع میکنیم به هم زدن. در طی آماده شدن این مسقطی نباید که تابه رو روی حرارت رها کنید. باید دائم این مواد رو هم بزنید، زیر و رو کنید تا کاملا خودش رو جمع کنه و یه حالت کشدار داشته باشه. بستگی به طعم انار، اگر که ترش باشه میتونید از شکر بیشتری استفاده کنید و اگر که شیرین باشه میتونید شکر کمتری استفاده کنید. من 2 قاشق غذاخوری شکر رو به همراه 1 قاشق غذاخوری گلاب اضافه میکنم و هم میزنم. میزان ترشی یا شیرینی این مسقطی به ذائقه شما بستگی داره. یه مقدار بچشید. اگر دوست داشتید که خیلی شیرین تر باشه میتونید شکر بیشتر استفاده کنید و اگر دوست داشتید کمتر شیرین باشه میتونید شکرش رو کم کنید. مواد شروع به جوشیدن میکنه و آهسته آهسته خودش رو میگیره و همینطور که میبینید ما باید دائم به هم زدن ادامه بدیم. کم کم موادمون غلیظ میشه و یه حالت خوش رنگ و براقی پیدا میکنه. وقتی به این مرحله رسید و کامل موادمون جمع شد، حرارت رو خاموش میکنیم و 20 گرم کره رو به موادمون اضافه میکنیم. اگر گوله هایی رو داخل این مواد احساس کردید که داره، میتونید موادتون رو اول از صافی رد کنید و بعد داخل ظرفای مورد نظرتون بریزید. برای درست کردن این مسقطی شما از انواع ظرفا میتونید استفاده کنید. میتونید تابه یا یک ظرفی رو تهش رو و دیوارهاش رو یه مقدار چرب کنید، همه این مواد رو بریزید داخلش، و یا اینکه از کپسولای کاپ کیک که به این شکل هستن و ضخیم هستند استفاده کنید یا از قالب‌های سیلیکونی. دیگه مدل و شکل این مسقطی بستگی به دلخواه شما داره. بعد از اینکه مواد رو ریختید داخل قالب، بذارید داخل یخچال حدود 6-7 ساعت بمونه، خوب خودش رو بگیره و بعد از داخل قالب خارج کنید و اونو با پودر نارگیل تزیین کنید. امیدوارم که از دیدن این مسقطی و این آموزش لذت برده باشید. پیشنهاد میکنم که این ویدیو رو هم از دست ندید. مطمئنم که عاشقش میشید. از اینکه تا انتها با من همراه بودید سپاسگزارم. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.